این پروردگار چقدر مهربانه، رحیم، غمخوار، چقدر به این قدر بزرگیش از تمام بنده ها باخبر. میدوند بنده ها چقدر ضعیف هستند، که در ایمانش ثابت است، که در ایمانش ثابت نیست. باز برای چی پروردگار هم خیلی می سنجد بنده هاش. مثلا من دجال روان میکنه که چقدر بنده ها را میتوند که به دوزخ همراه خود بکشده. نمیشد که نمیدونم، شاید سوال درست باشه درست نیست گلنورا. سوال خواهر گلنورا، همین سوال خواهر گلنورا، این سوالتون چرا پروردگار شیطان رو آفرید؟ مردم الله میدوند که مردم ضعیفن، همین معنا است. الله در قرآن میگه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. شما حق ندارید به الله بگید که تو چرا این رو کردی اون رو نکردی، ما تو رو میپرسم. فهمیدید؟ برای مسلمان جایز نیست که سوال بیاد که چرا. بعضیا میگن که الله میدوند که شیطان چقدر بدبخت است، چرا شیطان رو آفرید؟ الله میدوند که انسان ضعیف است. خودش در قرآن میگوید که من انسان ها رو و خلق الانسان ضعیف، آره من انسان ها رو ضعیف آفریدم. برای مسلمان اینجور الله چی کار خواهد میکنه؟ تو بنده هستی، تو باید به این ایمان بیاوری و سرخم کنی. به این حق نداره که بگوی الله چرا این رو کردی اون رو کردی. حتی فرشته ها وقتی که چی میگن، چرا تو انسان رو آفریدید، آخرین در روی زمین فساد میکند، الله میگه اینی اعلم ما لا تعلمون، من چیزهایی رو میدونم که شما هیچ نمیدونید. به فرشته ها این رو میگه. برای همین برای مسلمان این گونه سوال ها یکم جایز نیست. دویمش هم گفتیم که خداوند برای امتحان مردم که حاضر خواهران عزیز بعضی امتحان ها می آید، حتی به سر خودتان خواهر گلنوره، امتحان می آید شما مردم رو جدا میکنید که کی چی هست در حقیقت. همین خیلی ما میگویم که خوشا به همین مصیبت هایی که سر ما می آیند که با آمدن مصیبت ما کی حقیقتا به ما می سوزد و کی از پی مشکلی های ما هست و مشکلی های ما رو به مردم فقط کشاندن از کارش، یا گفته از مشکلی های ما که خرسند می شود می شناسیم. بسرم فلان مصیبت نمی آمد، من که بودن دوستانی خود رو نمی شناختم میگویم. همین خیلی نه؟ امتحان ها هم سبب می شود که الله غلبار می کند مسلمان ها رو که ها در ایمان خود ثابت هستند، که ها ثابت نیستند، که خود به خود تا شهادت دهند، خود به خود شهادت دهند که چی است. والله اعلم. گفتم یک مصیبت می آید، یک مشکلی می آید، می بینید که یک باره بعضی ها فرار کرده می روند، بعضی ها ثابت می ایستند. دجال هم همین گونه فکر کنید، این فتنه است. پیامبر گفتن بزرگترین فتنه هست که بشر آن را شاهد می شود، همین دجال است که خیلی اندک